خواهر برادر این هر دوتونم مجرد. خیلی باحالین که با هم دیگه هستین. انشالله بهترین دختر دنیا. چه جور دختری میپسندی؟ چی؟ خوب باشه، هرچی بود باشه. ببین اگه مجرد هستین باید بدونین که صفات اون کسی رو که دنبالش هستین دقیقاً چیه. دقیقاً باید بدونین. یه لیست بنویسین برای خودتون. اینا رو بنویس لیستو. جواب نمیده. کی گفت اینو؟ چرا اینقدر ناامیدی؟ قربون شکل ماهت برم. کجایی؟ تو با پیژامه اومدی؟ خب وقتی که اینجوری لباس میپوشی هر مردی بیاد به طرف تو از یه ور دیگه میدوه بره. جناب آماده ای؟ قربون برم مگه جنگه؟ کاماس یه ذره ریلکس. خب ببینم میگی جواب نمیده. شما میدونی واقعا کسی که میخوای بیاد تو زندگیت صفاتش چی باید باشه؟ مثل که تو شهر مونیخ واقعا قحطیه. من نوکرتم هستم پیدا میکنم. اصلا فرقی برات نمیکنه. چی؟ شما صحبت نکنیم وسط با اون کچلوار بیریختت. بذار خودش صحبت داره میکنه. به قشنگی داره صحبت میکنه. بگو قربونت برم. ولی برات فرق نمیکنه کی باشه؟ باشه من برات پیدا میکنم. یه لحظه صبر کن. شما دوتا برای همدیگه ساخته شدین. به این میگم دنبال چی میگردی؟ میگه هر چی که باشه. به اون میگه فقط باشه. خب آقا بخت شما رو تو آسمون نوشتن. داری 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 داری